مصیبت ها یا زیادتمند. به این اساس الله به اساس رحمت خود بنده های خاص خود اختیار میکنه به مقام های بسیار عالی و بعضی اوقات است که اینمی به اساس رحمت خود تمام نعمت ها را برای کلگی میته، اما کل نعمت هایی که داده میشه این کلش به نفع انسان نمی باشه. بعضی اوقات وقتی که یک چیز برای تو نداد امیر رحمت الله هست. وقتی الله میفهم و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لكم، شاید تو خوش داشته باشی یک موتر 2018 داشته باشی اما خبر نباشی که همین موتر 2008 تو را به دوزخ میبره. این کسی بنده دیگه سمیر نمیتیشه. بعضی کسا زندگی را خوش داره، الله بر تو شهادت نصیب میکنه، والله بچه فلانی شهید شد، فلانی عالم شهید شد، فلانی شخص شهید شد، اما فلانی نفر دیگه بلند منزل جور کرد. پس اینال الله بلند منزله برای کل مردم ها داد، نعمت ها را داد. متوجه هستین؟ به اساس از این داد که الله رحمان است، این نعمت ها را برش داد. اما وقتی که امتحان میکنه استفا میایه، باز در بین از این بنده هایی که کلش نعمت هاست، باز برای بنده هایی که اختیار کرده باز سر از سختی ها را میاره، مشکلات میاره، درد ها را میاره. حتی وقتی میشه ما و شما مثلا در آخر زمان هستیم، میگه رسول الله صلی الله علیه و آله میگه که مؤمن واقعی کدام مؤمن است که کالقابض علی الجمر. ما و شما بعضی مسلمان ها رو میبینیم که امیال مثلا 72 ساعت خواب ندارن، زندگی نورمال نداره، خانهش آرام نمیمونه، اولادش آرام نمیمونه، مثلا تمام روز بمبارد میشه، طفلش، فامیلش، اولادش هفته ها ماها گرسنه میمونه. اشد الناس بلاء الانبیاء، پیغمبران رسول الله صلی الله علیه و آله ببینید مثلا خانهش چور کردن، سرش ترقاندن، لباس درست نداشت که بخوره و ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها میگه که ما 2 ماه مکمل غذا نداشتیم، مثلا در خانه ما آتش در نمیگرفت، 1-2 دانه خرما را میخوردیم، با همین 2 دانه خرما گزاره خودم میکنیم، زندگی خودم میکردیم. این حال چی هست؟ این حال الله متعال از یک طرف صفت رحمانیت الله هست که الرحمن است، با این صفت خود نعمت ها را بر کلگی میته. باز دمی صفت رحمت خود الله متعال بعضی اوقات باز بنده خود امتحان میکنه. چرا؟ وقتی ما امروز امتحان میشیم، این دنیا 100 سال است، برای من بگه بنده امروز زندگی رو سرت سخت میارم، خانه نداری، جای نداری، زندگی نداری، آرامش نداری، اعصاب آرام نداری، تکلیف عصبی برات پیدا میشه، سختی ها رو میبینی، دلت تمام روز در خطر هستی، شب درست خوابت نمیبره، روز درست زندگی نداری، غذای خوبش بسیاری وقتا پیدا کردن نمیتونی. تمام سختی ها در مقابل هیزی است که باز ما برای تو بنده خود چی میتونم در روز قیامت در زیر سایه عرش خود که یک روزش 50,000 سال است. باز همین مردمایی که امروز در بلند منزل زندگی میکنن، باز او وقت چی زندگی میکنن در زیر هفته که 1 میل به چیزش رسیده نه. یعنی اول فعلا آفتاب از نگاه سایزیک است 70 چند 93 میلیون متر است. چقدر؟ 144 میلیون مایل. متوجه هستین؟ زمین از آفتاب فاصله داره. این امروز ما شما در موتر شیشتیم نه، تو یک قسم عرق قدم میرفتیم چه هستن. تصور بکن که 1 میل شود. 1 میل شود. فرق انسان در جوش میباشه. لکن الله میگه که باز دمی روزی که رسول الله میگه که دمی روزی که آفتاب به میجه نزدیک میرسه، باز 7 طبقه مردم هستن که اینا زیر سایه عرش الهی هستن. یکی از سایه چی هست؟ میگه شاب نشأ فی عبادت الله، جوان است که در جوانی در عبادت الله. وقتی که پیر شدی خب باز مجبور است یک کلاهک قرنقلی، یک چپنک سبز، یک جینمازک 4 قطعه سر شانیت پردی، باز از سرک 3 تا سرک 2 در مسجد بینه. برو هر کس در جوانی توبه کردن خصلت پیغمبری است که جوان هستی، امکانات داری، موتر داری، خانه داری، باز می در عبادت الله در مسجد الله کلام الله را مشنوی، صفات الله را چی میکنی؟ درک میکنی.